من موندم این یو اس بی سر شارژر دو حالت بیشتر نداره، اما زیر 3 بار امکان نداره بره تو. بعضیا که تا 30 بارم میزنن که دیگه آخر سر عصبانی میشن، میزنن پهنا میره تو. اون کسایی که یه ضرب یو اس بی جا میزنن همون روبرتو کارلسایی هستن که از پشت 18 میزنن تو دروازه. بفرما. شارژر چینی خریدم، میزنم تو بعد گوشی شارژ کنم. خوب نگاه کن اینجا رو. درجا 2% کم کرد عوضی که شارژ کنه. انگار برق باتری موبایل منو میکشه ول میده تو سیستم جریان برق شهری. آقا اداره برق لااقل یارانه منو دوبلش کن. آقا یکی دیدم با موبایل خم شده بود، یه گوشه بیخ دیواری با یه عذابی داشت صحبت میکرد. رفتم جلو دیدم سیم شارژش انقدره. گفتم مرد حسابی سیم شارژ کوتاه در نظر گرفتن که حین شارژ با تلفن صحبت نکنی مخت بپکه، داری مخ میزنی. یه سلامی هم بکنم خدمت اون رابطه‌های عشقولانه‌ای که عمر موندگاریشون از عمر موندگاری باتری موبایل‌ها کمتره. و درود به همه عزیزانی که تو زندگیشون جز سیم شارژر موبایلشون به هیچ کس و به هیچ چیزی آویزون نیستن. همه آویزونا